سرخط خبرها. ناراضگی نماینده پرزیدنت از کاری خبرنگاران تاجیک. صحبت با نورالله علیف درباره رقابت، پول و غارت شدنش. دانستن زبان روسی شرط نو برای دریافت کمک پولی. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 13 مارس است. یک نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت به طرز کاری خبرنگاران تاجیکستان هنگام درگیری در سرحد با قرقیزستان ناراضگی کرده است. در حالی که روزنامه‌نگاران از کمبود اطلاعات رسمی در روزهای نیزا شکایت داشتند، نماینده دستگاه میگوید خبرنگاران نتوانستند سری وقت موقع تاجیکستان را به زبان‌های خارجی به جهان برسانند. مسرور عبدالله‌زاده 11 مارس در مراسم بخشیده به روز مطبوعات از آن ناراضگی کرده است که موقع تاجیکستان بیشتر به زبان تاجیکی صدا داده است، حالانکه به گفته‌اش باید نظر تاجیکستان با زبان‌های روسی و انگلیسی به گوش جهانیان رسانده می‌شد. اعتراضی مقامداران تاجیک در حالی است که روزنامه‌نگاران در روزهای نیزا با قرقیزستان از کمبود اطلاع رسمی شکایت داشتند. بعضی از خبرنگاران تاجیک گفتند رسانه‌های تاجیکستان آن شب و روز نه تنها به زبان روسی و انگلیسی بلکه به زبان تاجیکی هم مطلب و خبرهای کرایی نداشتند. یعقوب سعید ژورنالیست تاجیک گفت نهادهای مسئول دولتی خبر نمی‌دادند و کارشناسان نظر نمی‌گفتند. از جمله در نیزای اخیری که روزهای 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در مرز با قرقیزستان رخ داد و از دو طرف ده‌ها کشته و زخمی به جای گذاشت، مقامات تاجیک بجز از چند اطلاع اداره مرزبانی چیزی نگفتند. این حالت باعث شد که خبرنگاران تاجیک قضیه را بیشتر با تکیه به منبع‌های خود و ساکنان محلی بازتاب دهند. والری فادیف رئیس شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرده است که با مهاجران تنها در صورت دانستن زبان روسی کمک پولی و یا امتیاز داده شود. با نوشته ریا نووسی، فادیف که در جلسه وابسته به مهاجران صحبت میکرد گفته است بسیاری از زنان مهاجر زبان روسی را نمیدانند و نمیخواهند که زبان روسی را آموزند. به گفته او این به مطابق شدن فرزندان آنها در مکتب‌های روسی تأثیری بد میرساند. فادیف تاکید کرده است که ما را میتوان برای نقض حقوق مهاجران متهم کنند، اما این حمایت حقوق شهروندان روسیه و نیاز جامعه است. گفته است او روسیه میزبانی هزاران مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیکان باقی مانده است. حامیان حقوق مهاجران بر اینند که در این کشور اکثر مهاجران با نقض حقوق روبرو میشوند. بعضی از مهاجران تاجیک در گذشته شکایت کرده بودند که شهروندان تاجیکستان را به یگان قانون شکنی و با بهانه‌های ناچیز اخراج میکنند. ورزشگر تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. خبرنگار رادیو آزادی او را دید و درباره سبقتش، مشکلی‌ها، جایزه، غارت و نقشه‌های من بعدش پرسید. نورالله بید از آمادگیتان برای این برآمد پرسم. بعضی‌ها گفتند که در وقت کم کردن وزن که برای یک ورزشکار در محربه مقطع قسمت بسیار مهمی کارش است، در وقت کم کردن وزن کمی به مشکل دچار شدید و سلامتیتان احوالتان بد شده است. این تا کجا واقعیت دارد؟ که ما همو آخران روزی که پگشته باید وزن رو سپاریم 5-6 کیلو میمونیم و 5-6 کیلوی آخر رو در آخران روز کم میکنیم. و من یکم باری خیلی کدگی نبودم. بعد امریکا رفتم، دیتولوگ امریکانس که بعد معلم و گفتن این خیلی آسان‌تر میشود. بعد ما 3 کیلو شب کم کردیم و 3 کیلو دیگه شد با سحر موندیم. همون سحر کم ترخه احوال آدم بد میشود. لیکن که الحمدلله ویسا کردیم، من خیلی سخت احوالم بد نشد. ویسا کردم، خودم لباسم پوشیدم رفتم ویسا کشیدیم. چون در وقت من وزن کشیدم معلوم بود که یک کم احوالتان خسته است. نه کم نه، خیلی خسته میشی که 15 16 17 کیلوگرم وزن کم میکنی در 1-2 ماه، خیلی خسته میشی. رقیب شما ورزشکار تجربه دار برزیلی رافائل آلویس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افکنده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیک رقابت را پیش گرفتید؟ برای اینکه رافائل آلویس یکی از یکی از بایتسو است که خیلی مشت و
و ضربه‌های پایش ضربه‌های دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بوی کرده بودیم که تیم معلم و ترینرها که باید فقط در زمین کتی و محاربه کنیم. کمتر از ما خیلی 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 تجربه زیاد بود. برای همین ما با پلان خود او رو محاربه. راست حسابه با جنگ کردن کمی خطرناک بود. کمی خیلی خطرناک. آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتتون در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرستو و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟ ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکما دیگرها رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بوی ما $20,000 بود، لیکن که 30% نالوگ میگیرن автомати $13,000 میمونه. با اونجا منیجر است 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینرها دامو خود چانس میمونه $5,000 میمونه $6,000 میمونه. بوی اول 3-4 بوی اول UFC یگان کسا مبلغ کلو نمیدی تو زمانی که شما تو ما معروف شد. بیننده های عزیز، شکل پوره صحبت با نورالله علیف را می توانید در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. در اسرائیل با ضد اصلاحات دادگاهی اعتراض دارند. با گزارش رسانه‌ها تاکنون 500,000 نفر به آن پیوستند. این تظاهرات بزرگترین در تاریخ اسرائیل است. اعتراضهای گسترده در 10 هفته باز علیه اصلاحات جریان دارد که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه‌ها امکانی لغو قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه‌ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب شد، بر این باور است که هدف اعتراضگران برکناری او از قدرت است. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد می کند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بخازاده همراه می بینیم. 13 مارت سال 1938 با قرار حکومت شوروی در مکتب‌های میانه این کشور تعلیم زبان روسی حتمی شد. تاریخ‌شناسان ضرورت چنین قرار را به سبب‌های ابجکتیوی و سیاسی ربط می‌دهند که از سوی برای جاری کردن یک زبان معاشرت در یک کشور سرملت ضرور بود. از سوی دیگر نفوذ فرهنگ و زبان روسی در پیشبرد سیاست مسکو بسیار مهم دانسته می‌شد. این قرار سبب کاهش کاربرد زبان‌های ملی گشت و آنها را در سطح عائله محدود نمود. در تاجیکستان صاحب استقلال آموزش زبان روسی امروز هم بخشی از برنامه حتمی مکتب‌های میانه میباشد. 13 مارت سال 1944 دولتخدا نظرов کارگردان سینما و سیاستمدار معروف تاجیک تولد شده است. به حیث نواربردار در تهیه فیلم‌های داستان رستم، داستان سیاوش، به حیث کارگردان چون مؤلف فیلم‌های صبح جوانی ما، مرد را، فیلم‌های مستند استاد، آرزوها درباره استقلالیت معروفیت کسب کرده است. رهبر اتحاد سینماگران SSSR بود. سال 1991 به حیث عضو حزب دموکرات و نماینده مخالفان داوطلب کرسی پرزیدنتی گردید ولی سالهای جنگ شهروندی به روسیه کوچ بست. 13 مارت سال 2009 اکادمیک و دانشمند معروف ساحه کشاورزی غلام علیف درگذشت. زادپروری معروف با اختراع ذات نادر گوسفند سرپشم و سرروغن و سرگوشت معروف شد که اسم گوسفند تاجیکی را گرفت. اختراع او برای پیدایش ذات‌های دیگر نادر گوسفند در قزاقستان و قفقاز هم مساعدت کرد. مؤلف اثرهای زیاد علمی درباره چارواداری و بهبود صفت ذات چاروا میباشد. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این برنامه نویدی بامدادی بود. اخباری از این بیشتر را دوام روز در برنامه های سرخط و اخبار آزادی تماشا کنید. همچنین دوامی هر لحظه خبرهای آخر را از سامانه رادیو آزادی پیدا نمایید. خدا نگهبانتان.